سلام دوستان، من سید علی ابراهیمی هستم و امروز میخوام باهاتون در مورد سیستم درآمدزایی آپارات بگیرم صحبت بکنم. اینکه آقا اصلا سیستم درآمدزایی چیه، چجوری بگیریم، در واقع ازش استفاده بکنیم، چجوری کسب درآمد بکنیم از آپارات و اصلا شرایطش چیه. قبل از شروع ممنون میشم که همین الان بزنید این پست رو لایک بکنید و این ویدیو هم برای دوستات بفرستید. با این کارت از کانال خودت حمایت بکنید. همونطور که میدونید از آپارات میشه مثل یوتیوب گرفت کسب درآمد کرد، اما امروز میخوام بهتون بگم اصلا شرایطش چیه، چجوری باید بگیرین، درخواست بدین و چه مراحلی باید بگذرونین و چه شرایطی داره. برای این منظور کافیه که وارد سایت در واقع aparat.com/income بشید و اینجا حالا همین چیزو گذاشته ما طبق همین قوانین جدیدش میخوام بگیم همین چیزو بررسی بکنیم. اینجا خب درخواست عضویتش اینا رو که کار نریم، مییم پایین داریم میگه آقا 50 تا 70% سود حاصل از تبلیغات رو مثلا ما اینجا میدیم به شما. خب معمولا حداقلش 50%، ولی خب اگه مثلا کارتون نسبتا خوب باشه 60%، مثلا 60%، اگه خیلی خفن باشه کارتون 70%. یعنی مثلا اگه تبلیغ بگیرن و مثلا از اون تبلیغ 20000 تومان سود بکنن، مثلا دارم میگم عدد پایینتر دارم راحت‌تر مثلا میزنم، در واقع اگه از اون تبلیغ 20000 تومان پول بگیرن 10 تومن شما 10 تومن، یعنی مثلا اگه 60% باشه حالا یک کم شما بیشتر میگیری، یک کم اون کمتر میگیرن. منظورشون اینه از این حالا درصد تبلیغاتی که گفته، و هر چقدر بیشتر باشه بهتره. میایم پایینتر اینجا داره میگه حالا طرحهای دیگه هم داریم برای نمیدونم کسب درآمد شما و این داستانا. اصلش اینجاست. سه تا شرط اصلی داره برای اینکه آقا شما سیستم درآمدزایی آپاراتت فعال بشه. اولش اینه که آقا حتما تولید کننده محتوای ویدیویی بشی. یعنی چی؟ یعنی صرفا این نباشه که شما بری مثلا محتوایی رو از اینترنت یا از اینستاگرام یا از جای دیگه بگیری بیای صرفا اینور آپلود بکنی. خب تولید کننده محتوا باید خود باشه. مثلا خود مثلا من داخل ویدیو باشه، یا مثلا خود از صفحه گوشی داری رکورد می‌کنی، از صفحه بازی داری رکورد می‌کنی، خود مثلا داری یه کاردستی رو می‌گیری درست می‌کنی، خودت در واقع اون محتوا رو ساخته باشی، مالک اون محتوا تو باشی، بعدن کپی رایت نذارن دو روز دیگه. مورد بعدی و اینجا داره چی میگه؟ داره میگه آقا حداقل 200 دنبال کننده داشته باشین. بچه‌ها این 200 دنبال کننده واقعا چیز خاصی نیست، به راحتی در واقع جمع میشه. موردی که خیلی شاید بتونه اذیتتون بکنه، البته بستگی کیفیت محتواتون داره، خیلی شاید بتونه اذیتتون بکنه، این 3000 ساعت واچ تایمه بچه‌ها. ببینید واچ تایم چیه؟ واچ تایم به مدت مشاهده ویدیو شما گفته میشه. خب مثلا من حالا شما یه ویدیو میسازی مثلا 5 دقیقه یا مثلا 10 دقیقه رو میکنیم، یه ویدیو 10 دقیقه‌ای میسازی، اون ویدیو 10 دقیقه‌ای تو اگه 5 نفر از اول تا آخر ببینن شما 50 دقیقه واچ تایم داری. خب اگه مثلا یک ویدیو 2 دقیقه‌ای بسازی و اون ویدیو 2 دقیقه‌ای تو 10 نفر ببینن شما 10 دقیقه مثلا واچ تایم داری. خب اینم چند نفر گفتم، اگه 2 دقیقه باشه و 5 نفر ببینن میشه 10 دقیقه واچ تایم داری مثلا. خب به این میگم واچ تایم، مدت مشاهده زمان ویدیوی شما. خب شما باید ویدیو تو جوری بسازی که نه خیلی کوتاه باشه که واچ تایمت پر نشه، نه خیلی طولانی باشه که الکی بگیری مثلا با چرت و پرت پرش بکنی که کسی تا آخر نبینه و وسط کار بره و واچ تایمت مثلا الکی بیاد پایین. خب تا حدی که هست ویدیو تو بساز، سعی کن حد الامکان ویدیوت خیلی طولانی هم نشه، خیلی کوتاه هم نباشه و واچ تایمت پر بکنی. یعنی محتوا، یعنی ویدیو تو با محتوای خوب بگیری پر بکنی. خب کارت که خوب باشه، محتوات که خوب باشه، خود به خود این 3000 ساعت واچ تایم هم میگیری. اما اینجا گفته چی؟ گفته 3000 ساعت واچ تایم در 3 ماه اخیر. خب یوتیوب میگه چی؟ سیستم درآمدزایی یوتیوب اینه که شما 1000 تا بعد سابسکرایب یا دنبال کننده داشته باشی و 4000 ساعت واچ تایم داخل 1 سال اخیر. این داره میگه 3000 ساعت داخل 3 ماه اخیر. خب شاید به خودتون بگین واو چقدر زیاده بابا، چه خبره از این جور حرفا، اما چون که آپارات فیلتر نیست شما به راحتی میتونید کلی ویو بگیرید. یعنی اصلا نباید ویو های اینجا رو مثلا با یوتیوب بگیرید مقایسه بکنید. من خودم مثلا داخل یوتیوب ویو داشتم، الان اومدم آپارات به واسطه اینکه آپارات فیلتر نیست و خیلی حتی خود من مثلا یه چیزی میخوام سرچ بکنم داخل اینترنت، اول از همه اولویتم با آپاراته، چون آپارات فیلتر نیست، راحت میشه بدون فیلتر شکن وارد شد و مثلا محتواش نگاه کرد. ولی اگه یوتیوب باشه حوصله‌ام نمیگیره نگاه کنم، باید فیلتر شکن روشن بکنم برم تو از این داستانایی که هست. مثلا همین شما این در واقع نسبت ویو هاتون نسبت به یوتیوب طبیعتا خیلی بیشتره و این اگه میگم کارتون خیلی خفن باشه به راحتی این 3000 ساعت رو میگیریم و از چیز خاصی هم نیست، نمیتونه اذیتتون بکنه. مثلا تا 50 ویدیوی اول معمولا میگم باید آشغال بسازین. خب ولی خب اگه 50 تا ویدیوی اولتون واقعا چیز با کیفیتی باشه، 5 تا بعد 50 ویدیوتون راحت میتونین این 3000 ساعت رو پر کرده باشین اون موقع. اینطوری هم مثلا این نموداره، حالا من جلوتر بهتون در سیستم درآمدزایی خودمو نشون میدم، آمارش هم نشون میدم. مثلا اینطوریه که شما مثلا شاید 2 ماه روزی مثلا 20 تا ویو بگیری، بعد یهو مثلا یه رشد شارپ میکنه میشه مثلا روزی یهو 100 تا ویو. خب اینطوریه، یه مدت زیادی رو کد یهویی مثلا یه رشد شارپ میکنه مثل بورس ایران میمونه دقیقاً. حالا یک کم میایم پایینتر داریم میگه آقا تولید کننده محتوا از نظر آپارات کیه؟ داریم میگه که ویرایش و تدوین ویدیوی مجدد تولید محتوای ویدیو محسوب نمیشه. یعنی مثلا اینجوری نیست که شما بری ویدیوهای فوتک رو بگیری فقط صرفا 4 تا کراپ و ادیت و اینا انجام بدی و بشید تولید کننده محتوا باید برای خودت باشه. خب حتی اگه بی ادیت باشه ولی محتوا برای خودت باید باشه. محتوای باز نشده شامل سرویس درآمدزایی نیست. یعنی اینجوری نیست که شما بری مثلا محتوای بقیه داخل آپارات بگیری، دکمه بازنش رو بزنی و مثلا برات به حساب بیاد ویو ها و واچ تایمی که داره. خب
اینجا هم داره میگه دوبله اون چیز میذارم شامل سرویس درآمدزایی نمیشه. یعنی مثلا اینجوریه که شما بری یک انیمیشنی رو بگیری خود دوبله بکنی بذاری اینجا و در واقع درآمدزایی بتونی بکنی ازش. این از این بود. اینجا 4 تا در واقع تولید کننده محتوا برتر رو نشون میدن اینجور حرفا. اینا هم زیاد حالا میشه گفت مهم نیست. بریم سر اصل ماجرا، سیستم درآمدزایی خودمون. بس شد تا الان هر وقت این شرایط داشتین 200 دنبال کننده داشتین 3000 ساعت واچ تایم داخل 3 ماه اخیر داشتین، این بالا میذارین درخواست عضویت. اینجا حالا من چون مراحلش رفتم دیگه نمیتونم بهتون نشون بدم، ولی بررسی کانال خب چیز کلیه. مثلا داره میگه آقا شما این میشه نشون داد، نمیدونستم داره میگه که مثلا شما میتونین در واقع این 200 دنبال کننده رو داری مثلا یا نه، یا این 3000 ساعت دنبال کننده رو داری یا نه. اگه داشتی میزنی رو اینجا، میره مرحله بعدی انتخاب موضوع کانال. اینجا آقا موضوع کانال رو انتخاب میکنی، در مورد چه موضوعیه، در مورد مثلا نمیدونم تکنولوژی هر چی که اسم میگیره انتخاب میکنی و تو این مرحله بعد باید بگیرین چیکار بکنین. باید اطلاعات بانکی خودتون کلا وارد بکنین، نام خانوادگی، شماره تلفن، ایمیل، کد ملی، آدرس و شماره شبا از اینجور کارهایی که هست میگیرین پر میکنین، اینا رو میذارین رو تایید قوانین و در واقع میگیرید تمام میکنید اینجا رو. بعد چی شما بررسی میشه و بهتون در واقع اینجا تعلق میگیره حالا بعداً سرویس درآمدزاییش. حالا میخوام آمار خودم بهتون داخل اینجا نشون بدم که با سیستم درآمدزایی من در واقع آشنا بشین. داشبورد آپارات. اول از همه ویو ها بهتون نشون میدم. ببینید اینجا دنبال کننده منه 5800 دنبال کننده دارم. این بازدید ویدیو منه رفقا و اینم در واقع واچ تایم. این داره میگه مثلا من داخل یک ماه مثلا 1 میلیون خورده ای در واقع مثلا واچ تایم دارم. اینم بازدیدای امروزمه. خب اینم بازدید ماه جاری و اینم فعال کننده زنگوله که هیچی، حالا مثلا زنگوله تو آمار اگه بخوام بهتون نشون بدم، مثلا من الان روزانه کم کمش 5000 تا ویو دارم و 19000 دقیقه واچ تایم در روز. روزانه حدودا 67 دنبال کننده هم دارم. مثلا روز قبل اینجا کمتر بوده باز بیشتر شده. این نمودار سینوسی رو تقریبا اینجا گفته بازدید امبد چه شما اوایل کار بازدید امبد ندارین. خب بازدید امبد به بازدید گفته میشه که طرف مثلا بیاد ویدیوی شما رو داخل سایت‌های دیگه بگیره بذاره و داخل اون سایت هر وقت اون ویدیو شما رو دیده بشه و اینجا برای شما بازدید به حساب میاد. و خب طبعا اول کار همچین چیزی برای شما در واقع غیر ممکنه. وارد گزارش درآمد میشیم. من سیستم درآمدزایی خودم به شما میگیرم نشون بدم. اینجا درآمد ماهانه رو داره نشون میده. از اول ماه تا الان تقریبا دهم این ماه من از اول ماه تا الان تقریبا 900 تومان دست کسب درآمد داشتم. اینجا داره از درآمد در واقع اولین روز شما تا الان نشون میده. اینجا هم تخمین درآمد تا آخر ماه، یعنی تا از اول ماه تا الان در واقع میانگین میگیره به صورت روز و بقیه‌اش هم میگیره حساب بکنید تا آخر ماه مثلا 2.8 میلیون داری. خب این درآمد دیروزمه و این متوسط درآمده. خب متوسط درآمد یا RPM چیه؟ به هر 1000 بازدیدی که شما بگیرید اینقدر در واقع میشه گفت پول به شما داده میشه. یعنی مثلا شما در طول یه روز اگه 2000 تا ارزم به خدمتتون که ویو داشته باشید، اگه مثلا RPM کانالتون باشه 9000 تومان، بعد مثلا 2000 تا ویو تقریبا 18 تومان در واقع کسب درآمد میکنه. خب حالا این RPM میتونه بیشتر هم باشه، میتونه 15 تومان 16 تومان 20 تومان هم حتی باشه، اما خب فعلا مثلا 9600 بالا پایین میشه. این همینطوری بسته کیفیت محتوایی که در واقع میذارید بالا پایین میشه همینطوری. و در کل RPM اینه به هر 1000 تا بازدید اینقدر در واقع ویدیو اینقدر در واقع کسب درآمد میشه ازش کرد. و اینم خب حالا نمودار کسب درآمد من نشون میده. مثلا داره میگه روزهای قبل مثلا 120 تومن هم داشتم در یه روز. اینجا مثلا ویدیوهایی که هست ببینید، حالا نشون دادم تقریبا بهتون. اینجا واریز درآمدشه و مثلا بزنین روی حالا ارزم به خدمتتون که این واریز درآمد میتونین پول بگیرین برداشت وجه بکنین. خب ویدیوی بررسی یوتیوب و آپارات رو ساختم مقایسه شون. خب دیگه زیاد داخل این ویدیو توضیح نمیدم تا این ویدیو هم طولانی شد. تو الان بیشتر از این توضیح نمیدم. اگه اوایل کارتونه و مثلا نمیدونین بین یوتیوب و آپارات کدوم انتخاب بکنین، حتما برین اون ویدیو رو ببینین. ولی پیشنهاد من به شما اینه که هر دو تا رو انتخاب بکنین و هر دو تا رو با هم دیگه داشته باشین. خب در واقع وابسته به یک پلتفرم نباشید. آپارات هم به خوبی خودش خیلی خوبه، یوتیوب هم به خوبی خودش خیلی خوبه، امکانات بیشتری داره. یوتیوب هم خب از نظر درآمدزایی هم طبیعتا یک کم بهتره، اما خب دردسرای خیلی بیشتری داره. خب به واسطه حالا این فیلترینگ و این حالا محدودیت‌ها و تحریم‌هایی که هست، چون مثلا حالا دلار واسه ما خیلی درآمد دلاری واسه ما خیلی به صرفه تره، فکر می‌کنیم مثلا یوتیوب پول زیادی داره میده، ولی خب یوتیوب هم نسبت به مردم کشور خودش در واقع پول زیادی نمیده. اینجا هم همین، شما مثلا نسبت به کشور خود داره یک پولی در واقع میگیری و طبیعتا هر چی کارت خفن‌تر باشه، خب چه اینجا چه اونجا میتونی هر دو جا موفق باشی. یعنی میخوام بهتون بگم که آپارات پول کمی نمیده. خب مثل یوتیوب نسبت به کشور خودش داره پول خوبی میده اگه بخوای حساب بکنی منطقی. خب مثلا اونجا داخل یوتیوب شما به ازای هر 1000 تا ویویی که میگیری مثلا 7 دلار ماهانه بهت میدن. خب هر 1000 تا ویو 7 دلار. و اینجا مثلا با اونجا با 7 دلار مثلا میتونید 2 تا پپسی بخرید تاش. اینجا مثلا به ازای هر 1000 تا به ازای هر 1000 ویو مثلا دقیقاً میشه که وارد 15 تومن میدن. حالا من مثلا 9 تومن رو زیاد فعالیت ندارم و این یکم اومده پایین و مثلا 15 تومن میدن. خب نسبت به کشور، حالا بازم نسبت اون کمتر از قبول دارم، ولی خب نسبت به کشور خودش جوری میشه گفت تقریبا بالانس هم با هم دیگه. یه ویدیو دیگه هم ساختم در مورد تولید محتوا با گوشی. اگه کامپیوتر ندارین
و یا اصلا حوصله کامپیوتر ندارین، نمیتونین مثلا با کامپیوتر ادیت بکنین، مثلا من حوصله کامپیوتر ندارین، میتونین به راحتی بگیرین با گوشی ادیت بکنین. همه این نرم افزارا رو توش گفتم، از ادیت عکس، کاور، ویدیو، همه چی اونجا گرفتن توضیح دادم. حتما اون ویدیو رو ببینید چون برای تولید محتوا مخصوصا برای شروع کار خیلی به کارتون میاد. ویدیو آنباکسینگ رینگ لایت و وبکم و چیزای مختلف هم ساختم، همه چی که برای تولید محتوای مبتدی نیاز داره داخل کانالم هست. اگه سرچ بکنید میتونید اون ویدیوها هم ببینید. خیلی ممنونم از توجهتون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. ممنون میشم قبل رفتن همین الان بزنید این پست رو لایک بکنید و این ویدیو هم برای دوستاتون بفرستین. با این کارتون از کانال خودتون حمایت بکنید. روز خوش.